سلام، من اومدم با یه آموزش خیلی عالی. برای ساخت این لوستر نیاز داریم به 2 تا حلقه چوبی و یه تعدادی سیخ چوبی ضخیم. دقت داشته باشید با توجه به محیط حلقه ها باید تعداد سیخ های چوبیتون رو انتخاب کنید. بهتر فاصله سیخ های چوبی بیشتر از 20 سانتی متر نشه تا مقاومت لوسترتون بره بالا. برای ساخت این لوستر اول سعی کنید روی حلقه ها علامت ها رو کامل بزنید، علامت جای سیخ ها رو، و بعد به ترتیب یکی یکی سیخ ها رو بچسبونید روی حلقه های چوبی به این شکل که میبینید. اگر علامت بزنید از اول هم نمای کارتون زیباتر میشه، هم مقاومت کارتون بهتر میشه و کارتون هم به حالت متقارن در میاد. خب حالا نیاز داریم به یه نخ کنفی که ضخامت اون هم با توجه به سلیقه خودتون میتونید انتخاب کنید. نخ کنفی رو به این صورت که میبینید دور تا دور 2 تا حلقه میپیچیم. سعی کنید به یه نسبتی نخ رو بکشید که نه خیلی سفت بشه که حلقه ها رو از بین ببره و نه خیلی شل باشه که کارتون زشت دیده بشه. حالا میریم سراغ ساخت آویزهای روی لوستر. برای ساختشون یه کارت ویزیت یا هر کارتی که مثلا کارت بانکی میتونید انتخاب کنید. برمیدارید نخ رو به این صورت دورش میپیچید و بعد اون نخی رو که از قبل از زیرش رد کرده بودید میکشید و گره میزنید به این شکل و انتهای نخها رو میبرید. برای این آویزها میتونید از نخ مکرومه نرم تاب استفاده کنید. ضخامت نخ مکرومه اگر میخواین آویزهاتون پر دیده بشن، ضخامت نخ مکرومه هرچی بیشتر باشه بهتره. برای اینکه آویزاتون خوشگل‌تر دیده بشن با یه برس یا شونه کاملا اونها رو شونه میکنین تا تمامی نخاشون از هم باز بشه. اینجوری هم پرتر دیده میشن و هم مرتب‌تر دیده میشن.
حالا یه نخ دیگر رو انتخاب میکنید و به این شکلی که توی تصویر میبینید میپیچیدش دور آویز. این کار باعث میشه آویز شما به شکل یه منگوله خیلی زیبا در بیاد. تعداد منگوله هایی که میسازین هم باز بستگی به سلیقه خودتون داره. اگر میخواین لوسترتون کاملا پر بشه، خب به نسبت محیط لوسترتون تعدادی که میسازین باید بیشتر باشه. اما نه، اگر میخواین یه مقدار خلوت‌تر باشه، تعدادی که میسازین کمتر باشه. بعد هم میتونین با استفاده از یه چسب محکم اونها رو به لوسترتون بچسبونین و هم میتونین نخهای اضافی رو نبرید و اونها رو از بدنه لوسترتون یا فریمی که ساخته بودید، در واقع فریم چوبی، از داخلش رد کنید و گره بزنید. به نظر من اینجوری مقاومتش خیلی بیشتره. حتی میتونید هم با نخ گره بزنید، هم نهایتاً با چسب بچسبونید که کاملا فیکس بشن. این رو هم بهتون بگم، میتونید رنگ منگوله ها رو هر رنگی که دوست دارید انتخاب کنید. بستگی به اون فضایی داره که میخواین از لوستر داخلش استفاده کنید یا حتی بستگی به ذوق و سلیقه خودتون داره. خب حالا نیاز داریم به 4 تا سیخ چوبی بلند که اونها رو به این شکل روی لوسترمون بچسبونیم. این برای اینه که بتونیم محل آویز براش ایجاد کنیم و همینطور بتونیم لامپ رو ازش آویزون کنیم. حالا میتونیم سرپیچ لامپ رو از داخلش رد کنیم. ببینید باید سیخ‌ها رو به صورتی به هم بچسبونید، به تنه بچسبونید که سرپیچ لامپ به این شکل گیر کنه در بالا بهش و بعدش میتونید لامپ رو ازش رد کنید و شما یه لوستر خیلی زیبا خواهید داشت.